برم. من دلار میخرم. چقدر میگیری؟ نمیدونم. شنیدین پولم به چقدر میرسد؟ دستانتان رو بردارید. بردارید. ایستو نپرون. من نبیره یتیم دارم. نپرون. پولها را ده. نده. پولهای من رو نده. پول دیده جا جان. من چکار میکنم؟ نبیره هایم در سری راه میمونن. ده. یاری ده از غارت میکنم. دوست. ایسا نگوید. داره. آخری پول خونم. لطفا من چکار بکنم. داره. خبری نیست؟ مادرت هم او را محافظت کردن گیرد. او در کجاست؟ شاید کمک کرده تواند گفته به نزد کمیسر عزیز رفت. چی؟ از او کمک میخواهد؟ در نزد درش 2 پلیس ایستاده است و هر دفعه برای کمک به نزد کمیسر عزیز میرود؟ از کجا دانم کارهای اکم را او میدیده؟ با اکد کسی کمک کرده نمیتواند. مو از راه برآمده است. دیگر از او امید نیست. پدر، من هم در اینجا زیخ میشوم. اکم زود یگان بلا رو به سرمون میارد. مادرم باشند نفس کشیدن نمیگذارند. این خیل نکن اون خیل نکن. التماس پدر جان مرا هم برید. هم روی اپای افسون زندگی کنم. من زود به خبرگیریش میایم. پدر جان من در اینجا زیخ شدم. دخترم، این خواهش تو مثل پیشتر آسان نیست. مناسبتی افسون با من آنقدر خوب نیست. البته او حق است. بخیر است چی شد؟ باز چی میشد امینه؟ بیمارخانه شعبه پلیس از آیلدار شدنمون 1 روز زمان به بلا نگذاشته است. او هم دلگیر شد. گرچند که سخنهایش را تحمل کردن آسان نیست. من هم غرور دارم. سرخم نمیکنم. خیر چیکار میکنه؟ جدا میشوید؟ به فکرم که خواهش اکد اجرا میشود. برای مرا از افسون جدا کردن موفق شد. فکر میکند که همش مثل پیشتر میشود، اما هیچ چیز مثل پیشتر نمیشود. نه با مادرت و نه با یاسین. او بریخته جمع نمیشود.
دیشب در اون خونه چیکار میکردی؟ مرا خبردار میکردی تو رو پیشواز میگرفتم. از کجا دانم؟ وقتی گفتی که نباهت به من تهدید میکند فکر کردم اگر او را بکشم همش حل میشود. پس چرا نکشتی؟ نشد. نقشم را برباد داد. کمپیر داد گفت. داد زد و تو ترسیدی. تو کودک رو فریب میکنی ها؟ دردی تو نباهت نه دیسک است. میخواستی با اون دیسک مرا تهدید کنی همین طور نه؟ سفسطه نخوان. سفسطه میخونم ها؟ سعید گفت بخونه تو همچون استای کامپیوتر در اومده ای. خیر چی کار میکردم؟ کاری با تیمور کردت را خودت به من نقد کردی. آخری کاری من هم همان طور شود. اگر همین طور رفتن گیرد به شبهه می شود. خودت میدونی از این پس من با تو شریک نیستم. نه این خیل نمی شود. من تنها دیسک را قطع کردم. آن را من برای روزی مبادا آماده کردم. اگر لازم شود استفاده میکنم. من چیزی مهمی را میدانم خانم پینار. خیر میلش این طور باشد بیا با موافقه می اوییم. ضرر رسوندت رو باید جبران کنیم. اگر اون دیسک نمیشد من کیها از شرف خلاص میشدم، البته از دیگرانش هم. اما احوالی مرا بین. شرف ایستاد گفته رسما زوره تولد دارم چون که نباهت در بالای سرم است. اگر یک کاری خطا کنم اون دیسک رو به همه نشان میدهد. خیر میخوای چیکار کنم؟ اگر شریکی رو در حقیقت دوام دادن خواهی شرف رو بکش. این کارو چگونه میکنی من نمیدونم. من و شرف رو تنها مرگ جدا میکنم. امینه با کجا؟ پدرم تو مکتب میبرند. مایلش امروز رفت. دیرتر حجت‌هایت رو میگیرم. دخترم رو در حالت ناگوار نگذار. بین هم یک سال مبلغی تحصیلش رو سپاریدن. اگر کاری کردن خواهی همانی هستیم برای تو بس است. من با پول دیگران فرزندم رو نمیخوانم شرف. گمان میکردم که تو هم مثل من، اما معلوم میشود که انسان تغییر میافته. فریده قصدی به افسون داشته رو از فرزندانمان نگیر. چرا من باید به افسون قصد کنم؟ برای آنکه او همسرت را از دستت گرفت. با او رشک میکنی. برای همین به نزد مردم رفته کمک طلب میکنی. گویا بی صاحب باشی، گویا تنها مانده باشی. بله راست میگی. در اول کمی رشک کردم، اما حالا خرسندم که تو را از دستم گرفت، چون که با کمک او روی حقیقی تو را دیدم. روگر این اکا هم است؟ یاسین! پسرم! یاسین ایستا! پسرم! یاسین! با این کارا جوابگار بشوی! یاسین! آریوستا!
کجا؟ تو به این طرف رو. صالح تو به این طرف. کمی پیشتر از اینجا یک جوان دویده گذشت. او را ندیدی؟ نه ندیدم. گریخت. چرا میگریزد؟ چرا چنین رفتار میکند؟ خانم فریده خوبید؟ بس خوب است. بپرانم. راسین از این طرف آمد. ایستید نپرونید. مادر روید از اینجا. ایستید نپرونید. او هیچ کار نکرده هست. باید دست نرسانید. شد سلاح را فرار. یاسین یگان به عقل نکن. این تو نبودی. آقای شرف از تو شرم میکنم. حریفی تو یاسین. شرف بس. بره درو. بیچاره من نکردم گوی. یاسین من نبودم گوی. این من نبودم گوی. اعتراض کن. همسایه های نمان رو دیدیم ولی اومدن از ما دریز نشدن و علاقه دستی درشان پولیس دردی تر شدن. راست نگوید رونه دردی ترم شدن. آکا بیچاره من نکردم گوی. یاسین نبودم گوی. بیهوده گریه نکن. یاسین را اکنون همین طور قبول کن. اکنون ما شرمندگی های او را میکشیم.
گوش میکنم. افسون یاسین رو دستگیر کردم. ما حالا با شعبه پلیس میرویم. خواستم برای آرام شدن از تو خبر دهم. او چه خیلی انسان است. وقتی که پسر من رو دستگیر کنن او آروم میشدن. تو چه خیلی پدری. کنی تلفن رو با من ده. الو چرا با پسر من تهمت میکنید؟ پس از افسون ببخش. من دیرتر با تو زنگ میزنم. شرف یک دقیقه ایستو. من از فکرم گشتم. هرچی بود گذشت. من شکایتم رو پس میگیرم. این چی منو دارد؟ چرا شکایتت رو پس میگیری؟ شرف جون یاسین حالا خورد است. یعنی شاید از قهر و غضب به این کار دست زده است. آخر تو پدرش هستی. باز صحبت کرده همش رو حل میکنی. فریده هم نباید بیماری خیز. باز احوالش وزین نشود. من کاری بدی من بوده رو بجا میورم. باز عذاب وجدان نکشم. نه افسون نه. عریضه ات رو نمیگی. پسری من هم باشد جزایش رو میبیند. بیبیش رو کشتن خواست. تو رو در شعبه پلیس میذارم. چند سال در بیمارخانه خوب بودی. معجزه شد و تو چشمانت رو گشودی. به حیات برگشتی. اما قلبت حلو هم خوب. تو چی گفتی؟ شکایتت رو پس گرفتی؟ چی گفتی؟ من تکلیفم رو کردم. اون طرفش کاری پسرت. این خیلی نمیشود. این پسر من رو کشتن خواست. خواهش شما انتخاب کنید. جان یا مال. خواستم با این راه دل شرف رو به دست بیارم. مگر شما این رو نمیخواستید؟ با همین راه من و شرف آشتی میشویم. شما باشد سلطنت خود رو ادامه بدهید. همین طور میخوانم؟ یعنی خیر مالش. با اون نبیره راهزنتون هرچی خواهید کردن گیرید. بهترش من برای خودم محافظ میگیرم. 2-3 نفر. نه 2 نفر محافظ میگیرم. از همه بهترش همین. تو دختری عجایب هستی. درباره تو خودم رو خیلی خوب حس میکنم. من هم به فکرم ستاره هایم موافق اومدم. تا حال با کسی خودم رو چنین حس نکرده بودم. خیر با امینه چی؟ یعنی مناسبتتون با او چی مونه است؟ امینه کودک است. مگر نمیبینی تا حال لباسای کودکو نمیپوشد. گمان نمیکردم که زنگ میزنی. مرا حیران کردی. باید با تو صحبت کنم. خیلی مهم است. نخود. اصلا من کمی کارو بار دارم. باز کمی از تو رنجیدم. سعید التماس تنها تو با من کمک کرده میتوانی. مایلش مادامی که چنین میگوی بیا بخوریم. نباشه در نزد ساحل با میخوریم. من زود میبرویم. مایلش انتظار میشوم. به فکرم خلال رساندم. نه یک دوستی دیری نام بود. با من کارش رسیده است. التجا کرد که رفته اون رو حل کنم. مایلش میتوانی ثبات ندهی سعید. سنم نمیرنجی آخیر؟ نه هیچ گپ نه. یگو وقتی دیگر با میخوریم. مایلش من بگو با تو زنگ میزنم. مایلش تا بازدید. تا بازدید. اکر قهرمان به دستم یک دختری افتاد. زیباست. خواهید به نزدتان بیارم. مایلش اکر قهرمان سلامت باشید. یاسین کو گردن چیر بچه؟ دیروز همراهت کی بود؟ هیچ کس نبود. من تنها بودم. یک نفر دیگر هم بوده. او به تو کمک کرد؟ او کمک نکرد. او یک دوستم است. وا خوردیم بعد او رفت. او همراه تو به خانه ندار آمد؟ به کدام خانه؟ یاسین گپ را دراز نکن. گوش کن. از عکس تو را شناختند. اما در نظر نفر دیگری هم بوده است. پدرت را او زده است.
چی پدرم رو زده است؟ یاسین تو دیشب به خانه خانم افسون ندار اومدی مگر؟ نه. کی این رو به شما گفت؟ از بالای تو شکایت کردند. تو را وقتی از خانه گریخته ندیدند. کلیدت رو هم افسونده ای. بله ببین در بالایش نامد نوشته شده است. من 2 روز پیش این را گم کرده بودم. مادرم هم میدونند. میتونید پرسید. یعنی تو میگویی که دیشب به آن خانه ندار اومده ای؟ ندار آمدم. یاسین چرا از ما از پلیس گریختی؟ رفیق کمیسری عادت شده است. ماشین پلیس رو در نزد خانه دیده ترسیده گریختم. میدونستم که چنین میشود. برای آمدن تشکر. آخر مهم است گفتی. اکای مرا دیده ای سعید؟ ها بله دیدم. من اکای تو بودنش رو نمیدونستم. مادری اوگایم گفتم. گپی مهم دارم گفتی همین است؟ برای من خیلی مهم است. چون که اگر اکام باری دیگر حبس شود احوالی مبنین می شود. اپای افسون با پدرم جنجال کرده است. تو خبر داری؟ و فکرم جدا می شوند. خبر دارم. مناسبتشون خوب نیست. بعضا به افسون نگاه میکنم و رو نمیشناسم. گویا اون ملائکه رفت و به جاش البستی اومده باشد. به همش اکام گناهگار است. گوش میکنم. بله من به شبه پلیس؟ آخر من دیروز بیاناتم رو دادم کو. مایلش حاضر می آیم. از شبه پلیس زنگ زدم. باید رو از نزدیک نشان دهم. امینه کاری شما پرپیچ‌تاب است. من هم برای همین از اون نجات یافتن میخواهم. باید هر چیز زودتر به خانه اپای افسون بکشم. مادرم مرا با مکتب دیگر میگذراند. آخر حیاتم میسوزد. خیر از من چی میخوایی؟ با پلیس بگوی که او رو ندیدم، نمیشناسم، نمیشود. یعنی میخوایی از عداوت چشم باشم؟ مگر این کار ممکن است امینه؟ با من در این انسانی بابرو میزیب است. دروغ گویم. سعید التماس برای من با عوضش هرچی خواهی میکنم. هرچی خواهم؟ یعنی هرچی خواهم میکنی؟ همین طور؟ خونی که از شرف افیگیل گرفته شده است چنین نتیجه نشان داد. احوالت خوب است جانم؟ آخر در تلفن صدایت خوب نمی‌نمود. نه همش خوب است. خیر چی شد؟ یاسین چی گفت؟ بیانات میدهد. همش رو با پلیس میگوید. چی شد؟ یاسین چی گفت؟ من نبودم میگوید. او به خانه ندار آمده است. وقتی که خاموش ایستاد فکر کردم که این کاری او است. من میدونستم که او این کارو نمی کند. کدام گناهگار گناهش رو قبول کرده بود؟ فکر میکنم روحیه گناهگاران را خیلی خوب میدانید آقای شرف. اما برای ما دلیل کامل لازم است. حالا ما شاهد را دعوت کردیم. باید همین لحظه رسیده بیاید.
تو هم نه وقت رو یفتی اطراف پر از پلیس است. با شرافت شما من هم از رد شعبه دور شده نمیتوانم. بازو را کوش میگویید. آخر او از شعبه نمیبراید. به خدا من با این کاری ندارم، فهمیدی؟ در اولین فرصت مرا از شرف نجات ده. دیگر طاقت کردن نمیتوانم. نه نبوت رو نه شرف رو. گویا اینجا شرکت عائلوی باشد. بیا با من گوش کن، چی گفتنت رو میدونی خیره؟ رفتیم. خوش آمدی سعید جان. بیا زودتر کارمونو حل کرده به خونه رویم. از برای خدا با دقت نگاه کن. با یک شبه حیات پسرم رو نسوزان. حالا جوان است، همسال توست. اگر به نزد پایشم هستی چیزی تغییر نمی‌یابد. یاسین گناهکار است و کسی او را نجات نمی‌دهد. بسیار خوب. مرحمت آقای سعید. گذارید. راست می‌گوید. قامتتان را راست کنید. به اینجا نگاه کنید. خوب نگاه کنید. شخصی دیشب به خانه در آمده یکی از آنها؟ شرف تو در نزد نیست چیکار میکنی؟ بیا در بری من شین. چی شد؟ چی گفت؟ آقای سعید او را نشناخت. شب تاریک بود. باوری ندارم. او این چی خیلی نشود؟ آخر تو دیروز از عکسش او را شناختی. امروز باشد از نزدیک دیده اون نیست میگویم. من میدونستم. تنها تو تغییر یافته شرف. ما مثل پیشتریم. بیا شرف رفتیم. شاید این طور شدنش بهتر است. تشکر زیاد. خدا به تو عمری دراز دهد پسرم. ترا درد رو نبیند. رفتم میتوانم. با فکرم اینجا دیگر کاری ندارم. البته مرحمت. تشکری خالی نمی شود. وعدت رو فراموش نکن. تو چی این کارو مخصوص کردی؟ مگر ما چون این مسئله کرده بودیم؟ چون این مسئله نکردیم اما وجدانم نبرداشت. من نمیفهمم شما از کی بود چنین دروغگو شده اید؟ هر دویمان بیگناه بودن او رو میدونیم. چرا شما اون دوست رو محافظت میکنید؟ من هیچ کس رو محافظت نمیکنم. یعنی نخواست چون این فرصت به دستم اومد. من هم خواستم از این دردسر خلاص شم. آخر ما رو خیلی عذاب داد. اگر برای
تاکید کردن آمده باشید، بیهوده دهانتان را عذاب ندهید. به کسی چیزی نمیگویم، اما شما هم به حساب من کمی پول فریزید. با رفیقانم کیف و صفا کنم. آخر روزی وزنین بود، میفهمید؟ تنها همینش نمی رسید. وقتی کارتون رو تمام کردید بر اومده روید. آقای شرف با خانم افسون تنها خوراک میخورند. تو چیکار میکنی؟ این شمع رو فروزه نکن. باز دسترخوان رو نسوزانی. تو میدانی نرخ این چقدر است؟ با فکرم با خاطری نبیرتون زیافت ارسته. نه، برای شما، برای آشتی تو و شرف. همین تا؟ شرف در کجاست نمینماید کن؟ در بالا نیست؟ تیرزه رو پوشیده، پرده رو کشیده خوب رفته. امروز چقدر کوشش کردم اما برایم نگاه نکرد. نخواهد مجبور نمیکنم. مجبور میکنی. چنانه که من مجبور میکنم تو هم مجبور کن. اکنون زود شفرت رو جد بزن. این شب شما آشتی میشوید. من رفته دم میگیرم. من به دستی کلک دیدم. قدری خواهی گوری تو رو دستگیر میکنم. نجات نمیرسی. تو قاتلی. جسدم رو میریزم. از فساد میشم. دستگیرت میکنم. زنا را تو کشتی. هر قدری خواهی گوری تو رو دستگیر میکنم. نجات نمیادی. تو قاتلی. جسدم رو میرم. از فساد میشم. دستگیرت میکنم. اکنون خیلی دیر شد. زنا را تو کشتی. قاتل تویی. مجبور بودم او مرا بکش. مجبور بودم او مرا میکش. من قاتل نیستم. من باید از اون جسد خلاص شوم.
باور میکنی امینه؟ جوانی که دیشب او رو نشان داده بود امروز او نبود گفت. بله همین طور است مادر. من میدونستم که پسری من به چنین کارها دست نمیزند. اکنون اون دفتر پوشیده شد. همین طور نیاسیم. همه یک جای حیات نو را آغاز میکنیم. اما چرا تو تبسم نمیکنی پسرم؟ چرا غمگینی؟ آخر نجات یافتی. خیلی شد بس. این موضوع رو پوشونی. تمام. عقل داشته باشد دیگر به پدرم دست نمیرساند. به این هم دست نرساندم امینه. تمام جنجال رو بس کنید. بینندگان محترم، دیروز صبح بربخت جوانی در دست سلاح به نقطه مبادله اسعار هجوم نموده پولهای پیرزن رو گرفته گریخته است. پلیس حال او را در همه جا جستجو دارد. خداوند به چنین آدمان انصاف دهد. آن پولهای نبیره هایم بودند. بیچاره های یتیم و بیخانه‌اند. من آنها را نگاه و بین میکنم. با آن پولها نیت خریداری خانه را داشتیم. هر که گرفته باشد خدا نصیبش نکند. حقی آن یتیمها باید نصیب نکند. ما در کوچه مانده و تو چرا کردن ما رو نمیدونیم. تلویزیون رو خاموش کن. برای چی؟ خاموش کن گفتم به تو. با پسرم چی شده باشد؟ دیشب احوالش خوب نبود. امروز بدتر شد. شما همیشه طرفش رو میگیرید مادر. هر کاری کند میبخشید. من طرفش رو نمیگیرم. معلوم که چه مشکلی دارد. شرف من تو رو جه زدم میخواستم. با کجا؟ به هوای تازه میبرایم. مایلش راو جونم. آخر امروز روزی وزنی بود. من تو رو انتظار میشوم. یک جای خوراک میخوریم. خواهتیش نشم. افسون همیشه استفاده میکنم و ممکن است حالا با ماشین روم. البته ممکن است. آخر ماشین از آن تو. به این هم میبینم که چند روز باز با تاکسی میگردی. شرف گوش کن. من با تو گفتنی دارم. یعنی من خطا کردم. من رو ببخش. بیا گذشته رو فراموش کنیم. مایلش در نزدیداری برام امشب اون نباید به خانه برگردد.
کجا می رود این آدم؟ چی میکوبد؟
مادر اینها چیستن؟ چیستن گفتم؟ اینها کجا؟ بابا جواب ده. به چشمانم نگریسته جواب ده. Bunlar nasıl oldu? Yalan geçler yeminlerimiz مرا ببخش التماس مرا ببخش bir sordu. مادر جان التجا میکنم Taşlarım günlere döndü. تو مرا کشتی یاسین. Taş güme döndü. کشتی. Yüreğim ateş yanıyor. دیوانه شده است. بچه ها می درآیند. در این چاه چی باشد؟
البته آنجا افسون است. هیچ به خیالم نمیزد که کار چنین آسان می شود.